روز 28 اکتبر سال 2023 در ایستگاه متروی اودلنایا در مرکز شهر سانت پتربورگ یک مهاجر 21 ساله از تاجیکستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. در این باره این جوان تاجیک خودش به پلیس خبر داده است. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی از جمله فنتانکا، پلیس نه فقط حملگران بلکه خود قربانی حمله را هم جزا داده است. بنا به گزارش فنتانکا روز 28 اکتبر یک جوان 21 ساله تاجیک که به پتربورگ از تاجیکستان با مقصد کار آمده همچون حمال یا گروش کار میکرده است به کارمندان پلیس در ایستگاه متروی اودلنایا مراجعت کرده خبر داده است که در پلتفرم این ایستگاه مترو نفران ناشناس به طرف او از پیستولت تیرخوری کردند. کارمندان پلیس الکی در ایستگاه بعدی پیانیرسکایا 3 نفر را با گمان حمله مسلحانه به مهاجر تاجیک دستگیر کردند. معلوم شد که هر 3 آنها نابالغ بوده در یک مکتب خصوصی تحصیل میکردند. پلیس این 3 نفر، 2 اکا و دادر سنشان 13 و 15 و دوست 15 ساله آنها را دستگیر و از دست آنها 1 میل سلاح شکاری را مصادره کرده است. از بس که قانون شکنان نابالغند، پلیس نسبت به والدان آنها با اتهام به طور مناسب اجرا نکردن مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند پروتکل ترتیب دادند. ولی هنگام تحقیق این قضیه معلوم شده است که جبر دیده نیز قاعده های بود و باش در روسیه را ویران کرده است. نسبت به او نیز برای ویران کردن قانون مهاجرت پروتکل ترتیب دادند.